محمد امین. این داستان زهد و پارسایی. آخر این هفته نیمی از خرماها را برای فروش به بازار مدینه میفرستیم و بقیه را به شهرهای اطراف میبریم. سود حاصل از این نخلستان چیزی میشود در حدود 1500 درهم. 1500 درهم؟ همینطور است. چه سود خوبی. اگر بخواهید میتوانید همچنان که برداشت خرما را زیر نظر دارید فروش را نیز نظاره‌گر باشید. ما به شما اطمینان کامل داریم. این نظر لطف شماست. پدرم از امانتداری شما بسیار میگوید. ما خانه‌زاد ایشان هستیم. پدرم دوست دارد همچون او تاجری موفق باشم، بنابراین مرا تنها به این سفر فرستاد. در موفقیت پدرتان شکی نیست. امید است که شما نیز روزی چون او شوید، تاجری معروف و موفق. اما من از شام به مدینه نیامدم تا تنها نخلستان را نظاره کنم، بلکه قصد و امری مهمتر مرا به این سفر واداشته است. این امر واجب چیست که شما را واداشته به مدینه بیایید؟ باید قول دهید به پدرم حرفی نزنید. تا صلاح چه باشد؟ حقیقت این است که من برای فهمیدن موضوعی به این سفر آمدم. فهمیدن چه چیزی؟ در شام از مردی میگویند که خود را پیامبر خدا میداند. محمد را میگویید؟ اسمش را نمیدانم، اما میدانم که در دینش ندای برابری سر میدهد و فریاد عشق و محبت برآورده است. او پرستش خدای یکتا را تبلیغ میکند. پس او را میشناسی؟ من به دین او در آمدم. بی اجازه پدرم؟ به فرمان خداوند اسلام را پذیرفتم. البته این به خود تو مربوط است. اما تو میتوانی مرا در شناخت او یاری کنی. هرچه از دستم برایت کوتاهی نمی کنم. میخواهم او را ببینم و حرفهایش را بشنوم. مرا به نزد او ببرید. فردا صبح می توانیم به خانه ایشان برویم. هیچ آدابی لازم نیست یا قراری از پیش تعیین کنیم؟ در خانه ایشان به روی همه باز است. حالا که قرار شد فردا به دیدار محمد برویم، بهتر از هدیه‌ای برای ایشان ببریم. مناسب ترین چیزی که می توانیم ببریم چیست؟ او منتظر هدیه دیگران نیست و آنچه داشته باشد میان مسلمین تقسیم می کند. اما دست خالی هم که نمی شود. حال که اصرار دارید از خرماهای نخلستان می برید. فکر بسیار پسندیده است. یکی از شتران را خرما بار کنید. این مقدار زیاد است. بهتر است که فقط طبقی کوچک با خود ببریم. این گونه ایشان را خوشتر است. پیشکش به این ناچیزی؟ میترسم بر ما خشم بگیرد. خانه پیامبر در آن کوچه است. هنوز خیلی راه مانده؟ انتهای همین کوچه است. در این کوچه قدیمی؟ اینجا خانه پیامبر است. مطمئنی که درست آمده ایم و خانه را اشتباه نکرده ای؟ برای چه این حرف را میزنید؟ یعنی چی؟ آخر پیامبر خدا با این همه پیرو در خانه‌ای ساده زندگی می کنند؟
آن هم بدون محافظ؟ ایشان می‌فرمایند همچون مردمان دیگرند و مانند آنان زندگی می‌کنند. باورم نمی شود. حتما ظاهر خانه برای فریب دیگران است و در اندرون سرای مجللی وجود دارد. وقتی وارد شوید همه چیز را می‌بینید. حال بهتر است در بزنید. صبر کنید، آمدم. سلام ای برادر. علیکم السلام برادر. ایشان زید ابن حارس مالک آن نخلستانی هستند که من در آن کار میکنم. برای دیدن پیامبر خدا آمدند. اندکی تأمل کنید تا ایشان را خبر کنم. علی ابن ابی طالب مهمانشان هستند. تو چه کردی؟ برده ای را در آغوش گرفتی و بر شانه هایش بوسه زدی؟ به شما عرض کرده بودم یکی از درس‌های اسلام برابری و برادری است. من که نمیتوانم بپذیرم با برده خود برابر هستم. مضحک است. بفرمایید، ایشان در انتظارتان هستند. پیشکار، مطمئنی که این خانه پیامبر است؟ آیا به راستی او همان فرستاده است که در موردش حرف میزنند؟ یا رسول الله، زید ابن حارس از شام آمدند تا بر روال کار نخلستان نظارت کنند. بسیار مشتاق دیدن شما بودند. آوازه تان در شام پیچیده و بر سر کوی و برزن سخن از شماست. دیدم چون به مدینه آمدم بهترین فرصت است تا با شما از نزدیک آشنا شوم. خوش آمدی ای جوان. امیدوارم سفری پربرکت داشته باشی و محصولی فراوان برداشت کنی. از قضا محصول امسال بسیار زیاد بود و مرغوب. این هم طبقی که به عنوان پیشکش برایتان آوردم. البته ببخشید که بسیار ناچیز است. از لطف شما سپاسگزارم. زید سوالات بسیاری دارد و بهتر دانستم که شما خود پاسخگوی آنها باشید. هرچه میخواهی بپرس. هنگامی که اولین بار نامتان را شنیدم تا وقتی که پا در مدینه گذاشتم و به حضورتان آمدم، هرچه دیدم برخلاف منش حکما و بزرگان دیگر شهرها و قبیله ها بود. زندگی ساده و بدون محافظ و همنشینی با برده ها و غلامان. این دیگر چه دین و ایمانی است که دارید؟ من فرستاده خداوند هستم که همه را یکسان آفریده. هیچ تفاوتی میان فرزندان آدم نیست مگر در عمل خیر و ایمانشان که آنان را در پیشگاه او برتر و پستر می کند. من نیز چون دیگر مردمان هستم، از گوشت و پوست و خون مانند آنان زندگی می کنم و چون آنان خواهم مرد. اگر مقامی باشد در کردار و پندار و گفتار نیک است، نه در رنگ پوست و زبان. بهتر است او را امتحان کنم تا صحت گفتارش برایم آشکار شود. اگر من بخواهم دین اسلام را بپذیرم چه باید بکنم؟ به خدای یکتا ایمان بیاوری و شهادت بدهی که محمد پیامبر اوست و از ته دل به آنچه بر زبان میآوری معتقد باشی. اما پیش از مسلمان شدنم شرطی دارم. گفتی شرط داری؟ آن چیست؟ اینطور که میبینم پیراهن شما کهنه شده و چند جایش وصله خورده است. شرط من این است که این 12 درهمی را که با خود دارم به رسم دوستی بپذیرید و برای خود جامه‌ای شایسته تهیه کنید. هنگامی که پیراهن نو را پوشیدید من نیز ایمان میآورم. شرط تو را میپذیرم. این چه شرطی است؟ پیراهن خریدن پیامبر به مسلمانی شما چه ربطی دارد؟ شاید حکمتی دارد که ما از آن ناآگاهیم. من برای خود دلیلی محکم دارم. دلیل آن را برای ما نیز بگویید. چون کار به اتمام رسید راز آن را میگویم. علی جان، پول را بگیر، به بازار برو و پیراهنی بخر. بله ای رسول خدا. اگر اجازه بفرمایید من نیز همراهشان بروم تا در انتخاب یاریشان کنم.
پس به پا خیز که وقت تنگ است. با اجازه رسول خدا. بهتر است زیباترین پیراهن را برای ایشان بخرید. آن حجره که در کنار میدان است گویی جامه های خوبی دارد. پیراهن‌هایی بهتر از اینها در مدینه یافت نمی‌شود. پارچه‌های یمنی که به دست خیاطان دمشقی دوخته شده‌اند. ببینید چه نرم و لطیف هستند. این چه قیمت است؟ چون شما هستید به 9 درهم می‌فروشم. جامه‌ای گرانبهاتر می‌خواهم. پیراهنی را که در آن گوشه آویزان است به 11 درهم می‌دهم. متاعی است بی‌مانند. جامه‌ای می‌خواهم به 12 درهم. آری می‌دانم چه می‌خواهید. ها؟ این چون گوهری در دکان من است. قیمتش نیز بیش از 12 درهم است، اما آن را به همین قیمت به شما میدهم. آخر شما را فردی برازنده برای این پیراهن میدانم. همین را میبرم. بگیر و خیرش را ببر. بفرمایید. از انتخاب خود راضی هستید؟ بهتر از این جامه در بازار وجود ندارد. از آن بهتر نیز هست، اما باید دل سپرد تا یافت. بهتر است برویم. چه خوب شد که این حیله را ساختم تا رسوایش کنم. پیامبری که ادعای سادگی می کند خود گرانبهاترین پیراهن را می پوشد. چه پیراهن زیبایی، چون جامه بهشتیان میماند. آن را لمس کنید و لذت ببرید. به حق که جامه خوبی است، اما مرا پیراهنی ساده تر خوشتر است. چه میگویید؟ من آن را برای شما خریدم. شرط هم که یادتان هست. به یاد دارم گفتی پیراهنی نو به تن کنم که با سکه های تو خریده شده است، اما قیمت آن را مشخص نکردی. گفتی جامه‌ای در خور بپوشم و این جامه در خور من نیست. درست میگویید، اما دیگر بهانه نیاورید. علی جان، آن را به فروشنده بازگردان و پیراهنی ساده تر بگیر. بله ای رسول خدا. بازش میگردانم. ای زید، تو نیز با من بیا. در بازار منتظر بمانید تا ما نیز بیاییم. دوست دارم جامه‌ای را که میپوشم خود انتخاب کنم. پیراهن ارزانتر نداشت، پول را پس داد. آیا با میل و رضایت این کار را کرد؟ داستان را که گفتم پذیرفت. شما که بازار را میشناسید بگویید پیراهنی مناسب کجا یافت میشود؟ در این بازار آنچه مورد تایید باشد پیدا نمی کنیم. باید به سرای بالایی برویم که چند کوچه آن طرفتر است. چرا پیراهنی به آن خوبی را نپذیرفت؟ چه دلیلی برای کارش وجود داشت؟ خواهران، مرا ببخشید. آیا اتفاقی برای شما افتاده است؟ کاری از دست شما بر نمی آید. بگویید، شاید توانستیم کاری کنیم. چه اصرار بیهوده است که می کنید؟ ای محمد، بهتر است که برویم. یا رسول الله، جانم به فدایتان. ببخشید که شما را نشناختم. گمان کردم چون دیگران هستید که تنها سوال میپرسند و سپس میگذرند. بگویید بدانم چه شده است. صاحب خانه به من 4 درهم داد تا خرید کنم، اما هنگامی که به بازار مدینه رسیدم آنچه داشتم گم کردم. حال میترسم که به خانه بازگردم. آیا کوچه های اطراف را خوب گشته؟ چندین مرتبه تمامی مسیر را رفتم و بازگشتم، اما سکه ها را نیافتم. علی جان، کیسه پول را به من بده. صبر کنید. این سکه ها را بگیرید، آنچه را گفتند بخرید و به خانه بازگردید. جانم به فدایتان، مرا از مصیبتی بزرگ نجات دادید. خداوند بندگانش را در زمان سختی تنها نمیگذارد. سپاس گذارم. میروم تا دیر نشده.
این چه کاری بود کردید؟ به همین راحتی پولها را به آن کنیز بخشیدید؟ آن درهمها برای که بود؟ البته من آن را به شما بخشیدم. پس مالک آنها خود پیامبر هستند. ایشان نیز خواستند آنها را به درمانده‌ای ببخشند. از کجا معلوم که آن زن دروغ نگفته باشد؟ آرام باش. اگر دروغی گفته باشد به پای تو نمی نویسند. مهمتر آن که باید به یاد داشته باشی همه ما در برابر هم مسئولیم. همه ما. دیگر درنگ کافی است. بهتر است به بازار برویم و جامه‌ای برازنده این دنیای من بخریم. ما در برابر دیگران مسئولیم. چه حرف عجیبی. به بودا بیا خورما دارم، خورمای تازه، خورمای شیرین. شیرین تر از عسل این خورما. چای یمنی بودو که تموم شده. تازه بیا ببر. من در اینجا دورگردی را میشناسم به گمانم کمی جلوتر باشد. پیراهن و جامه‌های ارزان بشتابید، پارچه‌های خوب و مرغوب. سلام بر تو پدر جان، خسته نباشی. درود خدا بر شما ای محمد امین. سلام بر تو. درود حق بر علی ابن ابی طالب. با من چه امری داشتید؟ رسول خدا میخواهند جامه‌ای بخرند. من به ایشان گفتم مناسب ترین جامه ها نزد توست. لطف دارید. من هر آنچه دارم متعلق به پیامبر است. با من نیز چون دیگر مردمان برخورد کن و آن را به انصاف به من بفروش. این را ببینید. امیدوارم که بپسندید. بگذار ببینم. این که در دست توست چگونه است؟ آیا میپسندی؟ نه این خوب نیست. فکر کنم آن یکی بهتر باشد. این چطور است؟ رنگ مناسب و خوبی دارد. دوختش هم محکم است. بهایش چقدر است؟ بسیار ارزان. اگر بابت آن 4 درهم بدهید معامله من می شود. میان من و دیگران که فرقی نگذاشتی. باور کنید برای همه همین قیمت است. ما که پول بیشتری داریم پس جامه‌ای بهتر بخریم. خودت آن را پسندیدی، ما هم پذیرفتیم. اما بفرمایید این سکه ها را بگیرید. خدا را شکر. به من نابینا کمک کنید. خداوند به شما پاداش خیر بدهد. طریق از تکه پارچه که خود را با آن بپوشاند. هر کس مرا بپوشاند خدا او را به لباسهای بهشتی بپوشاند. بفرمایید پدر جان، این پیراهن را بگیرید و خود را بپوشانید. لطف بزرگی در حقم کردید. وظیفه هم بود. این صدا آشناست. گویا را میشناسم. تو کیستی؟ بنده ای از بندگان خدا. خداوند تو را پاداش خیر دهد و در بهشت با محمد رسول الله هم نشین کنه. این شخص خود محمد. آرام باش. ها؟ بهتر است که راه بیافتیم ای همراهان. به سمت خانه؟ نه، به بازار برویم و با باقی مانده پول پیراهنی دیگر بخریم. ای رسول خدا، شما و پیشکار خسته شده اید. کمی اینجا استراحت کنید. من خود به بازار می روم، پیراهن را می خرم و بیدرنگ باز می گردم. من نیز با تو می آیم. اگر خواهان آمدنی پس شتاب کن. جامعی فاخر را قبول نمی کند. پولهایش را به بیکسان می بخشد و پیراهنش را می دهد تا برهنه‌ای را بپوشاند. این چگونه مردی است؟ می خواستم او را بیازمایم. اکنون او مرا درس انسانیت می دهد. ما در برابر همگان مسئولیم. چه کلام شگفتی. آن کس که رهبر و پیشوای مردم شود باید پیش از تعلیم مردم خویشتن را بیازماید. برویم که مقصد نزدیک است. علی و زید آمدند. بفرمایید همان پیراهن به همان رنگ مبارکتان باشد. سپاسگزارم ای زید. حال بهتر است به خانه برویم و آداب مسلمانی را به تو بیاموزیم. شرط تو را اجابت کردم. حال نوبت توست که به قولت عمل کنی.
این همان زنی نیست که سکه هایش را گم کرده بود؟ چرا خودش است. دیدید آنچه گفتم درست بود؟ او همه را فریب داد. ای زن، پس چرا به خانه‌ات نرفتی؟ نکند همه آنچه گفتی دروغ بود؟ بگذار سخنش را بشنویم، بعد داوری کن. چه شده است؟ وقت گذشته و دیر است. میترسم که صاحب خانه تنبیه هم کند. از دست ما چه کاری برمی آید؟ خانه را نشانمان ده تا بیاییم و شفاعتت کنیم. آیا این کار را برای من میکنی؟ آری، از پیش برو و راه را نشانمان ده. باید از این سو برویم. باشد، شما جلوتر بروید، ما نیز به دنبالتان میاییم. این خانه ارباب من است. ای اهل خانه، سلام علیکم. دیدید گفتم تمام داستانش دروغ بود. همه ما را به در خانه خالی آورده است. ای اهل خانه، سلام علیکم. اگر تا فردا هم اینجا بمانید کسی پاسخ نمیدهد. باید یا رسول الله، سلام علیکم. درود بر تو باد ای مرد. سلام بر تو. درود خدا بر همراهان پیامبر باد. ای مرد، چرا اینقدر دیر پاسخ گفتی؟ هنگامی که صدای پیامبر را بار اول شنیدم، آنقدر گرم و مهربان بود که خواستم دیگر بار نیز آن را بشنوم تا مایه برکت خانه هم شود. ما برای شفاعت نزد تو آمده ایم. برای شفاعت چه کسی؟ ای زن، نزدیکتر بیا. این زن از اهالی این خانه است. گویا دیر کرده و میترسد به خانه اش بیاید. علت دیر کردنش را بعداً خودش میگوید. او را ببخش و مجازاتش مکن. ای رسول خدا، حال که این زن به شما پناه آورده، به پاس احترام قدوم شما او را در راه خدا آزاد می‌کند. خداوند پشت و پناهت باشد. ای زن، برو و از آزادیت خوشنود باش. به خدا روزی خوشتر از این در تمام زندگیم نبوده است. کنیز خود را میبخشی و آزاد میکنی؟ مردمان آنچه را رهبرشان انجام میدهد میآموزند. ای زید، حالا وقت آن است که راز شرطت را بگویی. اگر اجازه بدهید این راز بین من و خدایم باقی بماند. این گونه بهتر است. ای همراهان، چه 12 درهم با برکتی بود. 2 برهنه را پوشانید و بنده ای را آزاد کرد و گمراهی را رستگار. اینک در محضر رسول خدا با عشق، اراده و اختیار خودم میگویم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.